زندگی در صدف خویش گهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. درود بر شما. تا حالا شده همه چیز دور و برت خوب باشه، هیچ کمبودی نداشته باشی، اما دلت یه جور عجیبی بیقرار باشه؟ یا برعکس، توی شرایط سخت، وسط مشکلات، حس آرامش عمیقی پیدا کنی که هیچ چیز نتونه اون رو به همش بزنه؟ چشماتو ببند و تصور کن روی یه مبل نرم توی خونه بزرگ و مجلل نشستی، یه فنجون قهوه کنار دستته، نور یه لوستر زیبا اتاق روشن کرده و صدای تلویزیون، همه چی مرتبه. حالا خودتو تصور کن توی خونه کوچیک و ساده با دیواری رنگ و رو رفته، فرشی قدیمی و یه صندلی ساده، یه لیوان چای و صدای یه موسیقی ملایم از رادیو، بدون هیچ تجملات و زرق و برقی، ولی یه حس عمیق آرامش تو وجودت میجوشه. علم روانشناسی میگه ما دو نیاز متفاوت داریم. یکی نیاز به آسایش، یعنی برآورده شدن شرایط بیرونی، و دیگری نیاز به آرامش، یعنی تعادل درونی. خیلی‌ها این دو رو با هم اشتباه میگیرن، در حالی که یکی از بیرون میاد و دیگری از درون. توی این ویدیو میخوام دقیق‌تر توضیح بدم که آسایش با آرامش فرق داره و درکش چیزیه که میتونه مسیر زندگی ما رو عوض کنه. پس تا آخر این ویدیو با من باشین. آسایش یعنی راحتی جسم، یعنی امکانات مادی، رفاه داشتن، خونه بزرگ داشتن، ماشین خوب، پول کافی، سفرهای زیبا. آرامش، اما آرامش یعنی سکون دل، یعنی شب وقتی سر بر بالش میذاری و چشمات رو میبندی، دلت آروم باشه و بیقرار نباشه، حس کنی همه چیز همون طوره که داره پیش میره، خوبه و راضی باشی. دغدغه های دنیای بیرون نگرانت نکنه و افکار منفی جلوی یک خواب آروم رو ازت نگیره. زندگی بدون آرامش شبیه قفسه، حتی اگه اون قفس از طلا ساخته شده باشه. زندگی با آرامش ولی در ساده ترین شرایط هم اگه باشه میتونه بهشتی باشه که هیچ چیز جاشو نمیگیره. خیلی ها در زندگی آسایش دارن اما آرامش ندارن. خیلی ها توی خونه های بزرگ و گران قیمت زندگی میکنن ولی صلح و آرامشی تو اون خونه نیست. خیلی ها روی تخت های راحت و نرم میخوابن اما خوابشون پر از کابوسه و بیداریشون پر از اضطراب. در مقابل هستن کسانی که توی خونه محقر و ساده زندگی میکنن و شاید حتی روی یک حصیر ساده میخوابن ولی با حالی خوش، لبخندی بر لب و دلی آرام بیدار میشن. بذارین یه خاطره براتون تعریف کنم که شخصا روی خود من
اثری فراموش نشدنی گذاشته. برمیگرده به چند سال پیش که من در دانشگاهی در ملبورن استرالیا تدریس میکردم و وقتی که دانشجوها در سال آخر درسشون تموم میشد، قبل از اینکه مدرکشون رو بگیرن و عملاً شروع به ویزیت و درمان بیمارا بکنن، باید یک دوره اینترنشیپ یا فکر کنم به فارسی میگن دوره انترنی یا کارآموزی برای یک مدت معینی میدیدن و عملاً تحت سوپرویژن یا نظارت استاداشون یا سوپروایزرشون بیماران رو درمان میکردن. بعضی از این دانشجوها رو برای مدتی از طرف دانشگاه ما میبردیم به کشورهای مختلف و به خصوص کشورهایی که به اصطلاح عموم فقیرنشین بودن. در یکی از این سفرها من و یکی دیگه از استادان تعدادی از دانشجوها رو به جایی در شمال کشور هندوستان بردیم و ما رو میبردن به روستاهای دورافتاده و در واقع دورافتاده از تمدن شهری و ناحیه‌هایی که حتی آب لوله کشی و برق هم توی بعضی از اونجاها نبود و من عملاً به چشم مشاهده می‌کردم که با اینکه خونه‌ها کوچیک و گلی بود ولی قلب‌ها بزرگ بود. از گرمای بخاری‌های مدرن خبری نبود ولی دلاشون گرم بود. افراد خانواده با هم سر یه سفره می نشستن و غذا می خوردن و به جای اینکه هر کس سرش توی موبایل خودش باشه و حواسش سراپا تو دنیای مجازی باشه، با همدیگه حرف می زدن، غذا می خوردن و از گذروندن وقت با همدیگه لذت می بردن. بچه ها 10 مدل اسباب بازی نداشتن که قدرشون هم ندونن و حوصله‌شون هم سر بره. یه روز توی وقت اضافی که داشتم رفته بودم توی یکی از این روستاها میگشتم که با نوع زندگی مردم از نزدیک آشنا بشم. یک گروهی از کودک و بچه رو توی یک کوچه خاکی دیدم که داشتن با همدیگه بازی میکردن و میخندیدن. بسیار خوشحال بودن. با هم از درخت بالا میرفتن و میوه میچیدن و میخوردن. اسباب بازی های مدرن نداشتن. این عکسایی که الان دارین اینجا میبینین رو من همون لحظه همونجا گرفتم. چند تا از این بچه ها یه تایر چرخ دوچرخه رو پیدا کرده بودن و اونو با یه تیکه چوب اینور و اونور روی زمین هل میدادن و دنبالش میدویدن. چند تای دیگه اومده بودن یک قوطی خالی پلاستیکی بی مصرف رو پیدا کرده بودن، براش با چند تا میله سیمی که گرد کرده بودن و مثلا یه ماشین ساخته بودن با چرخاش و با یه میله درازتر که بهش وصل کرده بودن که اون نقش فرمونشو داشت، اون رو اینور و اونور می بردن و چه دنیایی داشتن، چقدر کیف می کردن، چقدر لذت می بردن. فردای اون روز از شهری که نزدیک اون روستا بود چند تا اسباب بازی ساده خریدم و اومدم به هر کدوم از این بچه ها به عنوان کادو بهشون دادم. انگاری دنیا رو بهشون داده باشی. و من میدونستم که این اسباب بازی ها قرار نیست فقط باهاش چند ساعت بازی بشه و بعد به یک کناری انداخته بشه و دوباره حوصله‌شون سر بره و یه اسباب بازی بهتر بخوان. و من خودم چقدر حسرت خوردم وقتی که میدیدم که من و ما با داشتن این همه وسایل رفاه و آسایش و زندگی در به اصطلاح خونه‌های بزرگ و مجللمون با همه امکانات کاملش هنوز تو زندگیمون یه چیزی کمه.
یه تیکه ازمون گم شده، انگار هیچی نداریم و توی دلامون خالیه. بدون شک در میان شمایی که الان دارین این صحبت ها رو میشنوین، افرادی هستین که شاید بگین که این حرف ها همش شعاره و فقط برای نوشتن تو کتابا و شعرها خوبه. شاید بگین که تو خودت اگه زندگی راحت و مرفه و پر آسایشی نداشتی و برای به دست آوردن یک لقمه نون مجبور نبودی از صبح تا شب جون بکنی، این شعارها رو نمیدادی. اما بذارین این موضوع رو همینجا روشن کنم که من هرگز ادعا نمی کنم که مال و ثروت و آسایش و راحتی چیز بدیه. البته که داشتن پول و ثروت، داشتن خونه‌ای بزرگ با بهترین وسایل، زندگی مرفه، ماشین لوکس، پسنداز برای آینده و ثبات مالی شکی نیست که بسیار هم خوبه و همه ما دلمون میخواد که داشته باشیم و براش هم هر روز داریم کوشش میکنیم. ولی اینا تا زمانی خوبه که این آسایش راحتی وسیله‌ای برای من باشه که بتونم به آرامش برسم، نه اینکه بدتر باعث نگرانی‌های بیشتر بشه. زمانی خوبه که در واقع من برده و بنده مال و ثروتم نباشم، بلکه اون پول و ثروت باید بنده من باشه و در خدمت من باشه. من این جمله رو سالها پیش از زبان کسی شنیدم که بسیار ثروتمند بود و زندگی مرفهی داشت و به دلایلی تمام ثروتش و داراییش رو در مدت کوتاهی ناگهان از دست داد. ولی شخصیت و نگرشش نسبت به زندگی طوری بود که هم در زمان ثروتمندی کاملا روشن بود که به آرامش و صلح درونی رسیده و هم روزی که تمام داراییش رو از دست داد و به جز لباسی که در تن داشت هیچ چیز دیگه‌ای از مال دنیا نداشت، باز هم همون آرامش، متانت و صلح درون و لبخند رضایت بر لبش بود. یادمه وقتی اون روز از اون شخص دلیل این آرامش رو پرسیدم، جواب داد چون من هرگز بنده و برده ثروتم نبودم، بلکه برعکس اون ثروت بنده من و در خدمت من بود. بله دوستان، شاید آسایش به ما راحتی بده، اما تنها آرامشه که میتونه به ما خوشبختی بده. گاهی در زندگی آسایش هست ولی آرامش نیست. گاهی هم آرامش هست ولی آسایش نیست. البته که بهترین حال وقتیه که هر دو با هم باشن. اما اگه مجبور باشیم فقط یکی از اونها رو انتخاب کنیم، من معتقدم که داشتن آرامش ارزشش بیشتره. از حکیم دانا پرسیدن شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود. ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد، سپس برای باز پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند. طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست
در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست، زندگی همین حال است. گاهی وقتا آدم خسته میشه، خسته از دویدن، از جنگیدن، از خواستن چیزایی که خیال میکنه خوشبختی رو براش میارن، از دنیایی که مدام میگه باید بیشتر داشته باشی و باید به بیشتر برسی. اما یه شب وقتی همه جا ساکته، وقتی هیچ صدایی جز تیک تاک ساعت نمیاد، یه دفعه وسط همون آسایش های ظاهری یک خلأ بزرگ حس میکنه که میفهمه چیزی که کم داره آرامشه، نه آسایش. شاید بعضی از شما این داستان رو شنیده باشین و براتون تکراری و کلیشه‌ای باشه، ولی دوباره شنیدنش اشکالی نداره، چون به خصوص دقیقاً به موضوع ما ربط داره و مصداق پیدا میکنه. میگن که یه تاجر ثروتمند آمریکایی که به جزیره کوچکی در مکزیک برای تعطیلات رفته بود، نزدیک یک روستایی مکزیکی ایستاده بود که داشت با یک قایق کوچک ماهیگیری میکرد و توش چند تا ماهی بود. از مکزیکی پرسید چقدر طول کشید که این چند تا رو بگیری؟ مکزیکی گفت مدت خیلی کمی. تاجر گفت پس چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهیگیرت بیاد؟ مکزیکی گفت چون همین تعداد هم برای سیر کردن خانوادم کافیه. تاجر پرسید اما بقیه وقتت رو چی کار میکنی؟ ماهیگیر مکزیکی گفت تا دیر وقت میخوابم، یکم ماهیگیری میکنم، با بچه هام بازی میکنم، با خانوادم خوش میگذرونم، بعد میرم توی دهکده میچرخم، با دوستام میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم، گیتار میزنیم، خلاصه مشغولم با این نوع زندگی. تاجره بهش گفت که من توی هاروارد درس خوندم، درس اقتصاد و بیزنس هم خوندم و میتونم کمکت بکنم. تو باید بیشتر ماهیگیری بکنی. اون وقت میتونی با پولش یه قایق بزرگتر بخری و با درآمد اون چند تا قایق دیگه هم بعداً اضافه میکنی بهش. اون وقت یه عالمه قایق برای ماهیگیری داری. مکزیکی گفت خب بعدش چی؟ تاجر گفت به جای اینکه ماهی ها رو به واسطه بفروشی، اونا رو مستقیم به مشتریا میدی و برای خودت کاروبار درست میکنی. بعدش کارخونه را میندازی و به تولیداتش میاد نظاره میکنی. این دهکده کوچیک رو هم ترک میکنی و میری پای تخت مکزیکو سیتی، بعد میری لس آنجلس و از اونجا هم میری نیویورک. اونجاست که دست به کارهای مهمتری هم میتونی بزنی. مکزیکی گفت اما آقا این کارها چقدر طول میکشه؟ جواب داد که یه 15-20 سالی طول میکشه. مکزیکی گفت اما بعدش چی آقا؟ تاجر گفت بهترین قسمت همینجاست. موقع مناسب که گیر اومد، میری و سهام شرکتت رو به قیمت خیلی بالا میفروشی. این کار میلیون ها دلار برات عایدی داره. مکزیکی گفت میلیون ها دلار؟ خب بعدش چی؟
تاجر گفت آها، اون وقت میتونی بازنشست بشی. بعد میری به یه دهکده ساحلی کوچیک، جایی که میتونی تا دیر وقت بخوابی، یکم ماهیگیری کنی، با بچه ها و خانوادت خوش بگذرونی. بعد مکزیکی نگاهی به مرد تاجر کرد، گفت خب من که همین الان هم دارم همین کار رو میکنم. خیلی ها هستن که همه چیز دارن اما هیچ چیز ندارن. هر روز دلشون پر از نگرانیه، پر از ترس از فردا، پر از حسرت از دیروز. چه فایده از آسایش بیرونی وقتی که درون آدم پر از آشوب باشه؟ کسایی رو دیدم که همه چیز داشتن، پول، قدرت، احترام، اما وقتی نگاهشون میکردی چشماشون پر از قصه بود. انگار همه اون آسایش بیرونی نتونسته یک لحظه آرام در درونشون بسازه. آرامش یعنی قدم زدن آرام در طبیعت، یعنی بویدن عطر خاک بعد از باران، دیدن یه لبخند از کودکی ناشناس توی خیابون، دستی که به موقع دستت رو میگیره، یا حتی یک گریه سبک کننده وقتی به هر دلیلی دلت گرفته. آرامش یعنی وقتی در دل طوفان ایستادی ولی هنوز قلبت از امید خالی نشده. آرامش گاهی در ساده ترین چیز هاست. تو یک فنجون چای داغ وقتی بارون به شیشه میخوره، توی یک نگاه به آسمون در شب و دیدن ستاره هایی که انگار بهت چشمک میزنن. بیدلیل نیست که سهراب میگه زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ‌های غربت؟ آرامش یعنی رها کردن، یعنی بخشیدن، حتی اگه دلت پر از دست بعضی از آدما. یعنی گریه کنی، سبک بشی، دوباره لبخند بزنی. یعنی قبول کنی که همه چیز همیشه طبق خواسته تو پیش نمیره. آرامش یعنی آشتی کنی با خودت، با دنیا، با رنج‌های گذشته‌ات. یعنی وقتی سرت رو شب روی بالش میذاری وجدانت راحت باشه که بد کسی رو نخواستی، به کسی دروغ نگفتی، دزدی نکردی، خیانت نکردی. گاهی آدم حس میکنه دلش یه ساحل ساکت میخواد، یه جایی که صدای موج بیاد و ببره همه قصه ها رو. گاهی فقط میخواد کسی کنارش باشه،
و بگه که نگران نباش، آروم باش، همه چیز درست میشه. اما دنیا همیشه این رو بهمون نمیده. اونجاست که آدم یاد میگیره آرامش چیزی نیست که از بیرون بیاد. آرامش رو باید خودت پیدا کنی، در درون خودت. گاهی دلم میخواد از خودم بپرسم چرا اینقدر خودمون رو خسته میکنیم؟ چرا برای داشتن آسایش آرامشمون رو میفروشیم؟ مگه زندگی چقدر طول میکشه؟ تو یه چشم به هم زدن امروز هستیم، فردا شاید نباشیم. اون روز دیگه نه خونه میمونه، نه ماشین، نه حساب بانکی. تنها چیزی که میمونه شاید یاد و خاطرات خوب و بدمون باشه. زندگی تکرار فرداهای ماست. میرسد روزی که فردا نیستیم، آنچه میماند فقط نقش نکوست. نقش ها میماند و ما نیستیم. در زبان انگلیسی یک اصطلاحی هست که میگه No matter how big your house is, how recent your car, how big your bank account is, our graves will be the same. یعنی هر چقدر هم که خونمون بزرگ باشه و ماشینمون مدرن، هر چقدر هم که حساب بانکیمون زیاد باشه، اندازه قبری که درش خاک میشیم درست مثل بقیه هست. میگن اسکندر مقدونی وصیت کرده بود که وقتی خواستین من رو خاک کنین، طوری منو در قبر بذارین که دستهای من از تابوت بیرون باشن، تا نشون بده که با دستهای خالی به دنیا اومدم و با دستهای خالی از دنیا میرم و هیچ مال و دارایی هم با خودم نبردم. در کتاب مکتوب از پائولو کوئلیو، نویسنده برزیلی، داستانی میخونیم که میگه یک پادشاه اسپانیایی که به اصل و نسب خودش افتخار میکرد و در عین حال به خاطر ظلم و ستم شدیدش نسبت به ضعیفان شناخته شده بود، روزی با افسران ارشد خودش در آراگون، در همان منطقه‌ای که پدرش در نبردی کشته شده بود، قدم میزد. در طول مسیر اونا به مرد ساده و مقدسی برخورد کردند که در قبرستان میان توده عظیمی از استخوان‌ها چیزی رو جستجو میکرد. پادشاه ازش پرسید که اونجا چیکار میکنی مرد؟ مرد گفت اعلی حضرتا، سربلند باشین. وقتی شنیدم که پادشاه اسپانیا به اینجا میان، تصمیم گرفتم که استخوان‌های پدرتون رو پیدا کنم و به شما بدم. با این حال هرچی که میگردم و نگاه میکنم نمیتونم پیداشون کنم. اینها سرورم همه استخوان‌ها هستن، همه مثل همن و هیچ فرقی بین استخوان‌های دهقانان، گدایان، بردگان و پادشاه‌ها وجود نداره. دوست من، خلاصه مطلب اینه که داشتن دارایی و ثروت و آسایش نه تنها بد نیست، بلکه بسیار هم خوب و پسندیده هست و من برای تو اون روز رو آرزو میکنم. ولی تا زمانی که آرامش خودت رو فدای نگه داشتن اون آسایش نکنی. آرامش جایی بیرون از تو نیست، نه در آینده هست،
نه در گذشته. آرامش همین لحظه هست، همین جا در دل تو. کافیه چشماتو ببندی، نفس عمیق بکشی و اجازه بدی دلت برای چند لحظه آروم و بیقرار باشه. قبل از اینکه متن پایانی برنامه رو برای شما بخونم، امیدوارم این مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و یا اینکه بتونین اون رو برای کسی بفرستین که شاید براش مفید باشه. در جلسه‌های آینده راجع به راه‌های علمی و عملی داشتن و جذب آرامش در زندگیمون صحبت خواهم کرد. خواهشم از شما اینه که اگر ویدیوهای قبلی من رو در مورد انتخاب دوست مناسب ندیدین، حتما ببینین، چون یکی از مهمترین عواملی هست که اثر مهمی در داشتن آرامش در زندگی خواهد داشت. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندین، خواهشم از شما اینه که این کانال رو سابسکرایب کنین و اگر دکمه زنگوله رو هم بزنین، در آینده به مجرد اینکه ویدیوهای بعدی منتشر بشه از اون اطلاع پیدا خواهید کرد. در ضمن خوشحال میشم که نظرات و تجربیات خودتون رو در قسمت کامنت ها در میون بگذارین. اگر هم در مورد مطلب یا موضوع خاصی علاقه‌مند هستین که صحبت بشه، لطفاً در قسمت کامنت ها اون رو بنویسین تا به اون بپردازیم. زندگی گاهی در شلوغی شهرها گم می شود، در صداهای ماشینها و خیابانهای شلوغ و در نور چراغها. اما آرامش نه در فرداست، نه در گذشته، نه در مال و دارایی و نه در مقام. آرامش در نفس صبحگاهی است، وقتی خورشید اولین پرتوهایش را روی برگها می ریزد، وقتی باد موهایت را نوازش می کند، وقتی لبخندی ساده از تو به دیگری می رسد. زندگی همین حالاست، همین دم. هر قدم که برمی‌داری، هر نگاه مهربان، هر دست کمک رسان قطعه‌ای از آرامش را می‌سازد. بگذار دنیا هر طور که می‌خواهد بچرخد. به صدای قلبت گوش کن، به جریان آب در رودخانه، به نسیمی که از پنجره می‌گذرد و باور کن که زندگی همین لحظه کوچک است که اگر آن را دریابی هیچ چیز کم نخواهی داشت.